از تماشابین ما باش از صدیق رو آمدیم و بلال طرفی پشت طرف دستیم پس لیکان های پشت تا گیریم با میفهمیم که ایکی جا روی که اگر موده با نشان میتیم ایکی جا آمده نامده همین خیلی سهر آمدم که آمدگی نبوده با حاضی آمدم کد رویم تماشابین ما کراچی در آمدیم برو آمدیم گفتی دفعه پسیلکمون رو گرفتیم دوالیم یکون کس نیست یکم خودم بودم گفتی گپا به اوچیرد اینه گرفتیم آمدیم اکاز میریم میکشیم شا در درش چیه همه کسا میبینیم بده چی هست نیست در درش تماشابین ما علاقه آمدیم خانه در رسیدیم از نقشاده استیم این چیه و یک جا روی کردن ما دا یک برای زنگ زدن که پسیلکه رفته رسیده رو گیر ما گفتم چه خیلی پسیلکه حیران مادم ده با گفتن همین خیلی ای تاجیکستان روی کرده که چه جانم روی کرده بوده خیلی مسکو رفته رسیده مسکو با ایجا روی کرده ای تاجیکستان اومده که با اوجا ایجا روی کرد و چه جان رحمتی کلان خیلی خرسان شدم همه وقت در فکر ما هستیم و در فکر شما هستیم سیانو مادر برای فرزند چیزی خواه میکنه اینه پاپیلنکوی خوشه چما در روان کده پدرکه در روز زود روزم نگفته ما در خیلی خپودم روان کردن که یک برگه چه جان دستون درد رو نبینه همه وقت سایبانی سری ما باشه تنتون درد رو الهی نبینه همه وقت در لبانتون خنده باشد دیگه نمیدونم چی گم اوچه جان ده تشکر زیاد اوچه جان این چشکه روان کرده که در خونه پوشیده کرده رنگ و برنگ میپوشیم یک بگت رحمت اوچه جان زنده باشه سرتون درد رو نبیند سلام علیکم نوروزا مبارک باشد بانوی زیبا عوض و من از نام خودم از نام او یاری که دوستایی که شما میشناسید شما رو به روز زادروز تبریک گفته زادروزتون تبریک گفته و شما سلامتی سربلندی و تنیست تمنا میکنیم بگذار همیشه در لباتون خنده و هویدا باشد در پستی بلندی های زندگی به شما بردباری ها تمنا میکنیم زادروزتون مبارک عید بهار مبارک نوروز مبارک به شما دیده بیدار تمنا دارم به شما قلب پرانوار تمنا دارم غم و درد دو جهان کویگران را مانند به شما شادی بسیار تمنا دارم همه یارند ولی یاری وفادار کجاست من به زیبا بانو یاری وفادار تمنا دارم یک بار دیگر زادروز مبارک روسیه است فدراسیای روسیه امروز باشد نفران زیاد زادروز دارن از آن جمله زیباخون عوضова بله امروز مولودی خود را زیباخون جشن میگیرن که زیباخون را از صمیم دل صدقاً ما تبریک و شاد باش گفته بهرشون سلامتی بردباری کامیابی ها و خوشبختی انتظاریم همچنین باید قید کرد که امروز روزی بین المللی خوشبختی است و چنان کسی خوشبخت بودند که در این روز تولد شدند زیباخون بار دیگر مولود مبارک باشد این تبریکات از نام شخصا رویون رادیو آزیا پلوس من بیروز و نورانگیز و همزمان دوستان و نزدیکان و پیوندانی شما سلام علیکم اپای زیباخون شما رو به این روزی تولدتون تبریک و مبارک باد گفته با شما تنصیحاتی خانه آبادی سربلندی تمنا داریم 100 ساله شوین در دل چی ارزو و عملی که دارین جامعه عمل کنین اپای زیبا جان زادروزو یک بار دیگه مبارک باشد خواهری عزیز زیبا مولود خجسد مبارک باشد خدا کند که بهار عمرت همیشه گلافشان و بخزان باشد و هیچگاه بادی غم را نبیند مولود زیبایت مبارک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زیباخون خواهر عزیز مولود مبارک باشد تمام اون رو دارم از خداوند بزرگ متعال اولا به تو صحتی و سلامتی عمری دراز پربرکت را خواهانم و در کارهایت باشد موفقیت بردباری کامیابی های بی‌نظیر را آرزو ماندم زیباخون خدای مهربان یاری تو باد خورشید جهان همه دوستداری تو بود با برادران دست دعا برداریم فیض و برکت خوشبختی همیشه در کار و در خانه تو بود مولود مبارک باشد خواهر عزیز
باشه بگه رفیق مردک یه ماهی آورده، یه ماهی نه 3-4 ماهیه، گفت یه ماهی بریان کن. هوا یک ماهی خودش تازه کردیسته، من تازه نکردیستم. گفتم خودم تازه کنم، من تازه نمیکنم، من نمیتونم تازه کنم، یکم بار کردی نیستم، نمیتونم تازه. هوا خودم تازه کردیستم، ما باشه سیامکه. برای بگه نکه ماهی بریان مرحمت کدومی نزدیکی باشه به ماهی بریان خیلی.
ماهی بریانی ما اینا تیار شد تماشابینان. مرحمت بیای اجای مشنه ماهی بریان میخریم. ویدیوی امروز همینجا به آخر میرسانیم. تا ویدیوی آینده در پناه الله باشه. خدا نگهبانتان. لایک فراموش نکنین.